ابله محله. نویسنده کریستیان بوبن. ترجمه مهوش قویمی. قسمت 7. پریون روی یخها 4 دست و پا بین قشقش خنده و ترس مردد مانده است. آلبن جلوی او راه را برایش باز می کند. چشم پریون به باسن چاق آلبن می افتد و او قشقش خنده را انتخاب می کند. آلبن به پیشروی ادامه می دهد. کمی ناراحت و معذب است. بله، در واقع بانوی یخها آنجا در میان دریاچه منتظر آنهاست، ولی چشمایش حالتی جدی دارند. نمیدانم اگر صورت خندان پریون را ببیند چه فکری خواهد کرد. این اولین و آخرین بار است که این دخترک را با خودم میآورم. بانو کجاست؟ سرچشمه لبخند زیبا کجاست؟ آهان، دیدم. الان میرسی. لکه قرمز لباسش را تقریبا میبینم. لبخند نور عجیبی دارد. از همینجا میبینمش. ژ همانجاست. آلبن به او نگاه میکند. با او حرف میزند. پریون را معرفی میکند. هنگام معرفی کمی معذب است. انگار از اینکه تنها نیامده عذر میخواهد. ملاقات حقیقی ملاقات یک نفر با یک نفر است و نه ملاقات یک نفر با 2 نفر. با این همه آدم آنچه را از دستش برمیآید انجام میدهد. وانگهی ژ بچه ها را دوست دارد و یک بچه بیشتر را کسی رد نمی کند. حالا پریون قیافه عجیبی به خود گرفته. او زیر یخها نه کسی را می بیند و نه صدای کسی را می شنود. یخ زده. لباسایش در حال چسبیدن به سطح دریاچه‌اند و او صدای آلبن را می شنود. بله. ولی فقط صدای آلبن را. درست مثل وقتی که کسی پای تلفن است. او به گفت و شنودی گوش می دهد که نیمی از آن شنیده نمی شود. حاضر است تلاش کند، منتظر میماند، صورتش را به یخ میچسباند، ولی غیر از یخ هرگز چیزی نمیبیند. خب دیگر بس است. پریون به آلبن نزدیک میشود و در گوشش فریاد میکشد. ببینم نکند مسخره ام کرده ای. آلبن با خونسردی به گفتگو با ژ ادامه میدهد. این گفتگو را دنبال میکند یا بهتر بگوییم سعی دارد به آن خاتمه دهد و هر دو باز هم 4 دست و پا باز میگردند. زانوها و دستهای پریون درد می کند. بینیش سرد است. آلبن آخرین حرف ژ را می شنود. انشا. آلبن انشا را فراموش نکن. اگه خواستی من کمکت می کنم. آنها در 50 متری ساحلند. الان در 20 متری. در 10 متری. پریون به شدت عصبانی است. واقعا که. آلبن. گردش روز شنبه خیلی خوش گذشت. من حسابی مریض می شوم و می میرم. بعضی چیزها را نباید گفت. بعضی چیزها را اگر بگویی اتفاق میافتند. مرگ نوک بینیش را از آسمان آبی بیرون میآورد و امتحانی میکند. یک تهدید کوتاه. مرگ. یخ را شکاف میدهد و زیر پاهای بچه ها آب میکند. در 5 متری ساحل آنها زیر آبهای سیاه فرو میروند. پریون آلبن را به سمت پایین میکشد. آلبن به او مشت میزند. 1 متر دیگر و پاهایشان به زمین میرسد. باز هم 30 ثانیه جدال و آنها به ساحل میرسند. نجات یافتند و برای همیشه از هم جدا شدند. 2 قناری 8 ساله در 2 جاده مختلف. خیس، ملتهب و در حالی که نزدیک است سینه پهلو کنند. هر کدام به خانه خود برمیگردند. پریون همه چیز را برای پدر و مادرش تعریف میکند. پدر پریون به دیدن پدر آلبن میرود. بگویید ببینم پسرتان به خیالاتی بودن شهرت پیدا کرده مثل مادرش است؟ همینطوری میگویم، ولی خب این دلیل نمیشود که داستانهای هولناک برای دختر من تعریف کنم و او را به دامهای خطرناک بکشاند. من دفعه دیگر شکایت میکنم. وقتی آدم بچه دارد باید به فکر تربیتش باشد. آلبن. دیگر بس است. میشنوی؟ دیگر بس است. دیگر حق نداری برای گردش به سنسیکست بروی. و پدر آلبن که از خشم دیوانه شده فهرستی طولانی از کارهایی که آلبن دیگر حق انجام آنها را ندارد تهیه می‌کند. فهرستی طولانی مثل شب‌های زمستان که بسیار طولانی